بکشید. لحظاتی بعداً رها بشه روی زمین، توجه بیاد به دم و بازدم. خنکی که هنگام دم توی حفره‌های بینی ایجاد میشه و گرما و رطوبتی که با بازدم به حفره‌های بینی برمیگرده. با شکر و سپاس از اینکه 1 سال دیگر رو هم داریم شروع میکنیم و این امکان برامون وجود داشت که باشیم و این حد سلامتی رو داریم که بتونیم کنار هم دیگه تمرین کنیم. دم میگیریم، پاها رو جفت میکنیم کنار هم، دست ها بیاد بالای سر. اول پای راست و دست راست رو میکشیم پای راست به پایین، دست راست به بالا، نیمه راست بدن کشیده بشه. 5 4 3 2 1. پای چپ و دست چپ. مریم جان سلام و صبح بخیر. 5 4 3 2 1. هر دو دست و هر دو پا. 5 4 3 2 و 1. دست ها رها بشه و پاها رها. لبخند به روی صورت و احساس رهایی توی تمام بدن. دم میگیریم، پاها جفت کنار هم، بازدم پای راست خم بشه بیاد روی شکم، دور ساق یا ران پای راست رو بگیریم، پنجه پای چپ فعال به سمت صورت، زانه پای چپ به زمین فشار بده، مهره ها کشیده، قفسه سینه باز، ستون مهره ها کشیده کامل به سمت بالا. گودی کمر رو هم به زمین فشار بدیم. نفس‌های عمیق. تبدیل به نیمه کودک خوشحال بشه. دست راست پنجه پای راست رو بگیریم، از زانو از پهلو به سمت زمین بیاد، ساق پای راست عموده به زمین باشه. عالیه. ساغر یکم پای چپت هم نزدیک تر کن به زمین، از زمین جدا نشه. خیلی خوبه. پای راست عمود به زمین، دست ها بیاد بالای سر، دوباره یک کشش کامل. 5 4 3 2 1. حالا کف پای چپ بیاد روی زمین، پای راست بیفته روی پای چپ و دور ساق یا ران پای چپ رو میگیریم، میکشیم به سمت خودم. مهره کشیده، چانه برگرده به سمت جناق سینه، کشش سمت راست لگن. پاها بمونه، دست ها مثل صلیب دو طرف باز، هر دو پا سمت چپ بره به سمت زمین، کف پای راست بیاد روی زمین، سر به چرخه به سمت دست راست. یه پیچش کامل.
فرح جان سلام، صبحت بخیر. برمیگردیم وسط، پا رو آزاد میکنیم، عمود میکنیم عضلاتش رها بشه. کف پای راست بیاد کنار پای چپ روی زمین. اکاپادا سوپ تا بالاسان. دور ساق یا ران پای چپ رو میگیریم، پای راست رو صاف میکنیم روی زمین. مهره ها کشیده، قفسه سینه باز. زانوی راست به زمین فشار بده. ستون مهره ها کشیده است کامل. چانه برمیگرده به سمت جناق سینه. تبدیل بشه به نیمه کودک خوشحال. دست چپ پنجه پای چپ رو بگیره، زانوی چپ از پهلو به سمت زمین بیاد. ساق پای چپ عموده به زمین باشه. فرشته جان صبحت بخیر. فرشته یکم زانوت از پهلو سمت زمین بیار. آفرین. آره، اینا آماده سازی های مفصل هیپ، ساکروم، کمره برای تمرینا. خب پای چپ رو عمود کنید به زمین، دستا بیاد بالای سر. یک کشش کامل. 5 4 3 2 1. کف پای راست بیاد روی زمین، پای چپ بیفته روی پای راست. حالا دور ساق یا ران پای راست رو میگیریم. دوباره مهره ها رو میکشیم، کتفا رو از پشت به هم نزدیک میکنیم، شونه ها رو به سمت زمین هدایت میکنیم. پشت گردن رو فشار میدیم به سمت زمین. دستا مثل صلیب دو طرف باز بشه و هر دو پا از سمت راست بره به سمت زمین. کف پای چپ لبه بیرونی پای راست روی زمین، سر میچرخه به سمت دست چپ. کوبه برمیگردیم وسط، پای چپ عمود به زمین و کف پای چپ روی زمین. دستا بیاد کنار لگن. خیلی آروم و نرم بریم برای وضعیت‌های پل. اول دنبالچه رو میدیم داخل، لگن، کمر و پشت با دم بیاد بالا بدون اینکه زانوها از هم دور بشن. با بازدم مهره‌ها دونه دونه برگردن پایین. دوباره دم، دنبالچه داخل، لگن، کمر و پشت بالا و دوباره مهره‌ها دونه دونه پایین. دم، این بار که رفتید بالا بمونید. انگشتای دست رو هم قلاب بشه، کتف از پشت به هم نزدیک. آرنجا رو هم صاف میکنیم. زانوها کنار هم، خیلی از هم دور نشن. حالا عضلات باسن، عضلات سرینی رو
منقبض میکنیم، کف پا رو به زمین فشار میدیم، لگن کمی بیاد بالاتر. 5 4 3 2 و 1. مهره ها دونه دونه بیان روی زمین. با یه دم دست ها بیاد بالا. بازدم سر و سینه بالا، دست ها موازی زمین. بریم یکم عضلات شکم رو گرم کنیم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. سر و سینه بالا، دست ها موازی زمین. پا رو جمع کنید بیاد به سمت شکم. حالا مثل دوچرخه رکاب بزنید. پر قدرت. پای راست صاف، پای چپ راست، چپ راست، چپ. جهت پا رو عوض کنید، جهت چرخشش رو. آروم و قدرتمند. عالی. هر دو پا جمع شه بیاد به سمت شکم. هر دو پا صاف نزدیک زمین. بازدم به سمت شکم. سر و پشت بذارید روی زمین، دست ها بره زیر لگن. لگن بیاد بالاتر که فشار از کمر برداشته شه. هر دو پا صاف بره نزدیک زمین. هر دو پا خم شه بیاد به سمت شکم. خمش کن بیار به سمت شکم. آها. دوباره صاف نزدیک زمین. دوباره خم به سمت شکم. دوباره صاف. دوباره خم. پای راست رو عمود میکنیم به زمین، بالا بمونه. پای چپ صاف نزدیک زمین. پای چپ بیاد بالا، پای راست بره پایین. پای راست بیاد بالا، پای چپ بره پایین. چپ بالا، راست پایین. راست بالا، چپ پایین. خوبه. هر دو پا بیاد به سمت شکم، زانوها خم. دست‌ها رو آزاد کنید. دست‌ها دو طرف بدن باز بشه، پاها خم روی شکم. هر دو پا سمت راست بره به سمت زمین. سر جهت مخالفش. بیایید وسط. هر دو پا سمت چپ به سمت زمین. سر جهت مخالف. میایم وسط. کف پا بیاد روی زمین. خب لطفاً بچرخید به پهلوی راست. سر بیاد روی کف دست راست یا بازوی راست. سمت چپ لگن رو یک کوچولو میدیم جلوتر. پای چپ بیاد بالا و پایین. بالا و پایین. پای چپ بالا، با پاشنه پای چپ یه دایره کوچیک بزنید. یه کوچولو پاتو بالاتر بگیر مهناز. آره اون بالا دایره بزن. حالا جهتش عوض بشه. خوبه. بیاد پایین. آرنج و ساید دست راست رو میذاریم روی زمین. فشار میدیم لگن بیاد بالا. برگرده بیاد پایین.
دوباره فشار بدید لگن بیاد بالا. 5 مرتبه لگن بالا و پایین بره. 5 4 3 2 1. 5 شماره بالا میمونی. 5 4 3 2 1. بیاد پایین. دیگه باید بسوزه دیگه. چربیایی که توی عید ذخیره شده برای همچین روزی. بریم رو کف دست. زانوی راست به آرنج راست. 5 مرتبه. 5 4 3 2 1. عالیه. بیایید به کف هر دو دست بیاد روی زمین. زانوها روی زمین، وضعیت خرگوش. زیر بغل‌ها رو کشش بدین. و دوباره خط کش. خوبه. به پهلوی چپ بچرخید. بریم به پهلوی چپ. سمت راست لگن رو میدیم کمی جلوتر. پای راست بیاد بالا و پایین. خوبه بیاد بالا. دایره با پاشنه. مهناز پاتو باید بدی عقب‌تر از اون یکی پات. نباید بدی جلوتر. خوبه. جهتش رو عوض کنید. خوبه. بیاد پایین. بریم آرنج و ساید دست چپ روی زمین. آرنج و ساید رو فشار میدیم لگن بیاد بالا. بذاریدش پایین دوباره. دوباره آرنج رو فشار میدیم لگن بیاد بالا. 5 مرتبه بالا و پایین. 5 4 3 2 1. بالا نگه دارید. 5 4 3 2 1. بیاد پایین. کف دست چپ روی زمین فشار میدیم. میریم بالا. زانوی چپ آرنج چپ 5 مرتبه. 5 خوب مریم. 4 خوب مهناز. 3 2 عالی فرشته. 1. بریم به خط کش. زانو، سینه و چانه بیاد روی زمین. آشتانگا پوز. لگن بیاد پایین. سر و سینه بیاد بالا. ماره کبرا. لگن رو میکشیم عقب. خرگوش و سگ سر پایین. دوباره خط کش. آرنج دست راست روی زمین. آرنج دست چپ روی زمین. کف دست راست. کف دست چپ. آرنج چپ. آرنج راست. کف دست چپ. کف دست راست. راست. چپ. راست. چپ. چپ. راست. چپ. راست. سگ سر پایین. خط کش. هر دو آرنج بیاد روی زمین. این شماره مریض. 5 4 3 2 1. زانوها روی زمین. آرنجا رو فشار بدید روی زمین. دستها بره به سمت گردن، پشت گردن.
با آرنجا به زمین فشار میدیم، زیر بغل ها رو یکم میکشیم. قفسه سینه رو هم متمایل میکنیم به سمت زمین. خوبه. کف دستا بیاد جلو، دوباره وضعیت خرگوش و سگ سر پایین. پای راست از زمین جدا بشه بره بالا. زانوی پای راست رو میاری میزنیم به مچ دست راست، دوباره میکشیمش بالا. به مچ دست چپ، دوباره بیاد بالا. به آرنج راست بره بالا، به آرنج چپ بره بالا، برگرده بیاد پایین. پای چپ میره بالا، زانوی چپ به مچ دست چپ، برگرده بره بالا. به مچ دست راست بره بالا، به آرنج چپ بالا، آرنج راست بالا، برگرده بیاد پایین. پای راست بره بالا، بیاد بین دست ها، روی زمین. دست ها بیاد روی ران، قفسه سینه باز، پشت کاملا صاف و عمود به زمین. حالا لگن رو بالا و پایین میبریم. رشته پشت تو صافتر کن. آره، مورال خوبه. دست چپ رو بذارید پایین، دست راست بیاد بالا. از ساکروم تا گردن پیچش بدید. از پایین کمر تا گردن. خوبه. دست ها بیاد روی زمین، پای راست بره عقب و برگرده بیاد کنار پای چپ روی زمین. پای چپ بره بالا، بیاد بین دست ها، دست ها بیاد روی ران، میریم بالا و لگن رو بالا و پایین میبریم. دوباره دست راست بیاد پایین، دست چپ بالا، پیچش از ساکروم تا گردن. 5 4 3 2 1. برگرده پایین، پای چپ بره بالا از پشت تو سگ سر پایین، دکاپاد آدم کوشوان و برگرده بیاد پایین تو سگ سر پایین. 5 شماره مکس. 5 4 3 2 1. خط کش. هر دو آرنج بیاد روی زمین. زانو و کل بدن بیاد روی زمین. جلوی چانه رو میذاریم روی زمین، کف دست ها کنار پاها میاد رو زمین مستقر میشه. پای راست صاف میاد بالا، بیاد پایین. پای چپ صاف بیاد بالا، پای راست بالا، پای چپ بالا. دست ها بره زیر لگن، لگن رو میذاریم روی دست ها. عضلات سرینی، عضلات باسن درگیر، هر دو پا بیاد بالا. 5 4 3 2 1. بیاد پایین. دست ها رو آزاد کنید، ببرید پشت، انگشت ها توی هم قلاب بشه، آرنجا صاف، پاها جفت کنار هم. با یه دم
سر و سینه بیاد بالا. 5 4 3 2 1 بیاد پایین. یه سمت صورت رو بذارید روی زمین، کمی بدن رو رها کنید. کف دستا کنار قفسه سینه و پاها جفت کنار هم. عضلات سرینی درگیر با یه دم. سر و سینه بالا. لگن رو میکشیم عقب. خرگوش و سگ سر پایین. پای راست بیاد کنار دست ها، بین دست ها. پای چپ کنار پای راست. زانو رو خم میکنیم، وضعیت صندلی، میایم بالا و میایستیم. خب انگشت های دست رو توی هم قلاب میکنیم، کف دست رو میکشیم به سمت سقف، میریم بالا تا روی پنجه ها. برمیگردیم پایین. دوباره بالا روی پنجه ها. دوباره پایین. دست ها رو رها کنید. پاها رو به اندازه یه دونه عرض شانه باز کنید، یعنی شانمون بین دو تا پا جا بشه. دست راست رو بذارید روی پای راست، دست چپ بیاد بالا. دست راست رو روی پای راست سر بدید بره پایین. کشش رو پهلوی چپ احساس کنید. خیلی پایین نمیریم مهناز. انقدری پایین میریم که کشش ایجاد بشه ولی لگن نچرخه. عالیه. برگردید بالا. دست چپ روی پای چپ، دست راست بالا. دوباره دست چپ این بار سر میخوره میره پایین. خوبه. برمیگردیم بالا. یه کوچولو پاها بازتر بشه. 2 برابر عرض شونه ها. دستا بیاد روی لگن. آروم میایم جلو با پشت صاف، با زیر چانه کشیده. دست رو میذاریم روی زمین اگر میرسه. اگر نمیرسه یکم زانوها رو خم کن. خوبه. دست دقیقا زیر دستا زیر شانه ها. حالا دست چپ بیاد زیر جناق سینه روی زمین، دست راست بیاد بالا. خوبه. دست راست بیاد جای دست چپ، دست چپ بیاد بالا. خوبه. تو همین جایی که پا هست بدونی که جای پا تغییر بکنه، با دست ها میریم به سمت پای راست. پای راست رو با هر دو دست میگیریم. سعی میکنیم پهلوی چپ رو هم کشش بدیم. میاییم وسط، میریم به سمت پای چپ. پهلوی راست رو کشش میدیم. میاییم وسط. حالا با کمک دست ها بشینید روی پای راست. بریم روی پای چپ. آروم روی پای راست. روی پای چپ. برگردید بیاید وسط، پاها رو از هم باز کنید، دست‌ها رو بذارید داخل پا.
به نرمی پاها رو کشش بدید، کشال ایران کشیده بشه. بیا بالا، دستاتو بذار روی پات لاریسا. در وضعیت کالیاسان. آره، زانوها خم. عالیه. حالا پشت رو صاف کنید، کف دستا بیاد جلوی قفسه، سینه روی هم. عضلات مقعد رو منقبض بکنید، بیشتر از اون اگر میتونید پرینه درگیر بشه که انرژی رو بکشه به سمت بالا. میشه مولا باند. یه کوچولو ساغر فاصله پاهاتو بیشتر کنید دیگه عالیه. 5 4 خیلی خوبه ساغر. 3 2 1. حالا میایم پایین، زانوها رو صاف میکنیم، با یه دم عمیق دست‌ها رو از دو طرف میکشیم میاریم بالا. دست‌ها از طرفین باز. پاها رو آروم آروم جمع. خب پاها جفت کنار هم. کمی دنبالچه رو بدید داخل تر بشه. پای چپ رو محکم میکنم روی زمین. پای راستم رو با دست راست میگیرم. دست چپ بیاد بالا. به آرومی دست چپ بره جلو و پای راست از پشت بره بالا. 5 4 3 2 1. آزاد بذارید. پای چپ، دست راست. میرم جلو. 5 4 3 2 1. برمیگردم. چند لحظه چشما بسته. توجه به فضای خالی که توی جمجمه ایجاد شده. بریم جلوی مت. چند دور سیکلایی یوگا رو انجام بدیم که دمای عمومی بدن بره بالا. یه خورده روغنکاری بشه این مفصلامون، از خشکی در بیاد. یه دم بگیرید، دست‌ها بیاد و از طرفین بالا. زانوها رو خم میکنیم. اوتکات. دست‌ها بیاد روی زمین. اوتان. آردها اوتان پشت صاف. پای راست بره عقب. پای چپ هم بره عقب. زانو، سینه و چانه بیاد روی زمین. آشتانگا پوز. لگن بیاد پایین. سر و سینه بیاد بالا. لگن رو بکشید عقب. وضعیت خرگوش و سگ سر پایین. پای راست برگرده بیاد بین دست ها. پای چپ بیاد کنارش. با زانوی خم وضعیت اوتکات. میایم بالا و رها. دوباره دم، دست ها کشیده میریم پایین. اوتکات. بازدم. اوتان. آردها اوتان پشت صاف. پای چپ بره عقب. پای راست بره عقب. دوباره زانو سینه چانه بیاد روی زمین. لگن پایین. سر و سینه بالا. خرگوش و سگ سر پایین.
پای چپ بیاد بین دست ها، پای راست بیاد بین دست ها، زانوها خم، وضعیت اوتکات. بیایید بالا و رخت. دوباره اوتکات، دم، اوتان، بازدم، آرد هاوتان، دم، پای راست عقب، پای چپ، زانو، سینه و چانه روی زمین. 7. بیایید به وضعیت مار کبرا، سگ سرپایین. برای ویرابادراسانا 1. پای راست بیاد بین دست ها با دم. انگشت های دست توی هم قلاب، انگشت ها دست ها کشیده به سمت سقف. 5 4 3 2 1. دست ها بیاد روی زمین، پای راست بره عقب، زانو، سینه و چانه بیاد روی زمین، لگن پایین، سر و سینه بالا. دوباره سگ سر پایین، پای چپ بین دست ها، کف پای راست تو ساغر بذار روی زمین، کف پای پشت. آره که بشه جنگجو. جنگجوی شماره 1 میریم بالا، دم. 5 4 3 2 1. برگردید پایین برای آشتانگا پوز. زانو، سینه، چانه روی زمین، لگن پایین، سر و سینه بالا. لگن رو میکشیم عقب، خرگوش و سنگ سرپایی. پای راست بین دست ها، پای چپ با زانوی خم، اوتکات. بیایید بالا و رها بذارید. دوباره با یه دم دست ها کشیده بیاد بالا، زانوها خم، اوتکات، بازدم، اوتان، دم، آرد هاوتان. کف دست ها بیاد روی زمین، انگشت ها رو فرو کنید، پاها رو بکنید، هر دو پا به عقب برای چاتورانگا. آواری کلا فرشته. عالیه مهناز، مارال. بریم به سگ سربالا یا مار کبرا. اما تین شما انقدر خوب اینا رو میدین. سگ سرپایین. بگید ما خوبای مقدم و تیم ها. جنگجوی شماره 2. دوباره پای راست بیاد بین دست ها، دست ها از طرفین باز بشه برای ویرابادراسانا 2 و از روی دست راست به جلو نگاه کنید. 5 4 3 2 1. دست ها بیاد پایین. بریم. دوباره زانو، سینه و چانه بیاد روی زمین، لگن پایین، مار کبرا، سر و سینه بالا. خوبه. سگ سر پایین، پای چپ. جنگجوی شماره 2 بیایید بالا، دست ها از طرفین باز. 5 4 3. ستون مهره ها عموده به زمین باشه. مریم یک کوچولو بری پایین تر دیگه. عالیه. 2 1. عالیه. برگرده دست ها بیاد روی زمین. دوباره آشتانگا پوز. زانو، سینه و چانه بیاد روی زمین، لگن بیاد پایین، سر و سینه بیاد بالا. سگ سر پایین. بمونید توی سگ سر پایین، چند لحظه خستگی در کنیم. کف دست ها همونجا بمونه، با پاها قدم بزنید به سمت دست ها. آروم آروم با پاها میاییم بدونی که دست ها جدا بشه. اگر نیاز بشه با زانوی خم میاییم، ایراد نداره.
حالا شکم رو بذارید روی ران، مچ پاها رو بگیرید. آروم آروم شکم، آروم آروم زانو رو صاف کنید بدون که شکم از ران جدا بشه. زانو رو صاف کنید و کشش همسترینگ رو ایجاد کنید. 5 4 3 پشت پات کشیده بشه مرگم کافیه. 2 مارال عالیه. 1 افسر خانم عالی بود. حالا زانو رو خم کنید. لاریسا عالیه. زانو رو خم کنید وضعیت اوتکات. بعد بریم تو وضعیت اوتکات، یعنی صندلی بمونیم. کف لگن رو این بار منقبض کنید. عضلات مقعد رو درگیر کنید. 5 4 3 2 1 با دم بیایید بالا و دست ها رو خوبه. بریم دوباره جلوی مت. با یه دم دست ها رو بکشید از دو طرف بیاد بالا. زانوها رو خم میکنیم. اوتکات، اوتان، آرده اوتان، پشت صاف، پای راست بره عقب، پای چپ هم بره عقب. زانو، سینه و چانه بیاد روی زمین. لگن بیاد پایین. سر و سینه بیاد بالا. لگن رو بکشید عقب. خرگوش و سگ سر پایین. پای راست بیاد بین دست ها. کف پای چپ روی زمین باشه. بیاید جنگجوی شماره 2. حالا زانو رو صاف کنید. زانو صاف. برای مثلث دست راست رو میکشیم به سمت راست، بیاد روی پای راست. دست چپ بیاد بالا. میتونیم کچاری مودرا رو بگیریم. 5 4 3 2 دست چپت مارال کامل بیاد، فرشته کامل بیاد بالا. عمود بزن. آره احتمالاً زاویه من درست. اوکی. حالا زانو رو خم کنید. دست راست بیاد روی پای راست. آرنجتون رو بذارید روی ران. حالا دست چپ از کنار گوش بکشه بره جلو، میشه پارشواکان. خوبه. 5 4 3 2 1 دست ها برگرده بیاد روی زمین. پای راست بره عقب. زانو، سینه و چانه بیاد روی زمین. لگن بیاد پایین. سر و سینه بیاد بالا. لگن رو میکشیم عقب. وضعیت خرگوش و سگ سر پایین. پای چپ برای جنگجوی شماره 2 این بار دوباره پای چپ بین دست ها. دست ها از طرف این باز. زانو رو صاف میکنیم. میریم برای تریکون. دست چپ رو میکشیم به سمت چپ بیاد پایین و دست راست بیاد بالا. خوبه مریم، دست فقط بیار بالاتر. مارال مهناز عالیه. لاریسا عالیه. زانو رو خم میکنیم. آرنج چپ بیاد روی ران چپ. دست راست از کنار گوش بکشه بره جلو برای پارشواکان. مثلث 90. 5
4. یه کوچولو مریم لگنت بیاد پایین تر که بدن توی یه خط قرار بگیره. عالیه. 3 2 1. دوباره دست ها بیاد روی زمین، پای چپ بره عقب، زانو، سینه و چانه بیاد روی زمین. لگن بیاد پایین، عضلات سرینی درگیر و مار کبرا. بیایید بالا روی ران و روی شکم، قفسه سینه تا زیر گردن رو بکشید. بیایید پایین دوباره، وضعیت سوسمار. پیشونی بیاد روی دست ها. خوبه. دوباره پاها جفت کنار هم، کف دستا کنار قفسه سینه، عضلات سرینی درگیر. دوباره بیایید بالا، مار کبرا. آرنجا رو بذارید روی زمین، وضعیت ابوالهول. ناف رو بکشید به سمت زمین، زیر چانه رو بکشید به سمت جلو. سر رو بچرخونید طوری که بینیتون بچرخه به سمت مچ دست راست، به سمت مچ، بیشتر نه، به سمت مچ دست راست. بینیتون در راستای مچ دست راست باشه. حالا بیاریدش پایین، چانه رو به سمت ترقوه راست کشش بدید طوری که عضلات سمت چپ گردنتون کشش رو حس کنید. برگردونید بالا، بینی رو ببرید به سمت شونه راست. حالا بیاییدش پایین، شانه رو به سمت شانه برگردونید. بیاین وسط. دوباره چانه به سمت جلو، بینی به سمت مچ چپ، بیاد پایین، چانه به سمت ترقوه. دوباره بیاد بالا، بینی بره به سمت شانه، بیاد پایین به سمت ترقوه و بیاد بالا. خوبه. دوباره بیایید پایین، وضعیت سوسمار. پاها جفت کنار هم، عضلات سرینی درگیر. با یه دم سر و سینه بیاد بالا، لگن رو میکشیم عقب، وضعیت خرگوش و لگن بیاد روی پاشنه ها، وضعیت سجده. پیشونی بیاد روی زمین، بالاسان، پشت دست ها روی زمین، هم شانه ها رها بشه، هم کمر. بشینید توی واجراسان. پاها رو جلو صاف میکنیم. پای راست بیاد روی ران چپ، انگشت های دست رو رد میکنیم بین انگشت های پا، از کف پات مریم. آره اینجوری. خب حالا به نرمی با زانو از مفصل ران دایره میزنیم. جهتش رو عوض کنید.
خوبه کمی بکشید بالاتر، از مفصل مچ دایره بزنید با کمک دستتون. مچتون رو آزاد بکنید، یعنی بیارید روی ران طوری که قوزکتون روی ران باشه، مچتون آزاد باشه. جهتش رو عوض کنید. خوبه. پای راست رو بیارید بالا، توی بغل به چپ و راست به نرمی حرکت بدید. عالیه. پای راست بیاد جلو روی زمین، دستها پشت بدن ستون بشه، یه مقدار بدن رو رها کنید. پاها جفت کنار هم. پای چپ بیاد روی ران راست. انگشت‌های دست رو پخش می‌کنیم بین انگشت‌های پا. از مفصل هیپ با زانو اول دایره میزنیم به نرمی. جهتش رو عوض کنید. خوبه. پای چپ رو به پایین فشار میدیم و نگه میداریم. یکم پا رو بیشتر میکشیم روی ران، مچ آزاد بشه، از مفصل مچ با کمک دست دایره میزنیم. جهتش عوض بشه. عالیه. پای چپ بیاد توی بغل، به چپ و راست حرکت بدیم. خوبه. دوباره بیاد جلو، دست ها پشت. کف پاها به هم بچسبه، با دست ها میگیریم و مثل پروانه رکاب میزنیم. کف پاها بیاد روی زمین، هر دو پا سمت چپ به سمت پایین. سر و سینه جهت مخالف کشیده بشه. برگرده، هر دو پا سمت راست، سر و سینه سمت چپ. دوباره چپ و راست. خوبه. کف پاها روی زمین، دست ها بره پشت. میتونه انگشت ها به سمت بیرون باشه یا به سمت داخل. بیایید بالا، وضعیت ریورس تیبل، میز معکوس. سر در راستای مهره ها، لگن منقبض، عضلات سرینی درگیر. 5 4 3 2 1. بیاد پایین. یه بار دیگه میخوایم انجام بدیم. دوباره کف دست ها فشار، لگن بیاد بالا. 5 4 3 2 1. بیاد پایین. عالیه. روی زمین دراز بکشید. پاها رو جمع کنید، هر دو پا بیاد به سمت شکم. دور هر دو پا رو بگیرید. مهره ها رو بکشید به سمت بالا. قفسه سینه باز. ستون مهره ها کامل کشیده است.
چانه رو کمی برمیگردونم به سمت جناق سینه و پشتم رو کشیده تر میکنم. دم میگیرم با بازدم، سر و سینه رو میارم بالا و چانه به زانوها نزدیک بشه. انگشتای دستتو میتونی ساغر توی هم قلاب کنی مهناز. انگشتای دست تو هم قلاب. آره خوبه، عالیه. کف پا بیاد روی زمین، یه دونه وضعیت پل دوباره بریم بالا. 5 4 3 2 1 و مهره ها برگردم میان روی زمین. پای راست رها، پای چپ رها. تمام بدن رو رها کنید. لبخند به روی صورت. از شروع یک سال جدید، یک سالی که میخوایم توی اون قدم‌های قدرتمند و محکمی رو بذاریم. توجه بیاد به پای راست از 5 انگشت، کف پا، مچ، روی انگشت‌های پا تا مچ، ساق تا زانوی راست، از زانو به ران تا سمت راست لگن. سر تا سر پای راست، رها و رها روی زمین. پای چپ، 5 انگشت، کف پا، روی پا، پاشنه، مچ پای چپ، ساق چپ تا زانوی چپ و از زانو به ران تا سمت چپ لگن. سر تا سر پای راست، سر تا سر پای چپ، رها روی زمین. توجه بیاد به دنبالچه، ساکروم، عضلات سرینی. توجه بیاد به روی لگن، کف لگن، درون لگن. توجه به مهره های کمر، عضلات فیله کمر تا پهلوها، روی کلیه ها، روی شکم، عضله راست شکمی و درون شکم و احشای درون شکم. توجه به مهره های پشت، تک تک مهره های پشت، بنده ها. بیاد به سمت جلو تا جناق سینه، عضله پهن سینه، درون قفسه سینه، ریه ها و قلب. توجه بیاد به دست راست از 5 انگشت، کف دست، مچ، ساعد تا آرنج راست،
آرنج تا بازو و شانه راست، سر تا سر دست راست رها، دست چپ از 5 انگشت، کف دست، مچ، ساعد تا آرنج چپ، از آرنج به بازو تا شانه چپ، سر تا سر دست چپ هم رها روی زمین. توجه به پشت گردن، پشت سر تا تاج سر، به روی گردن و صورت با یه لبخند، پیشانی، پوست سر تا تاج سر. سر تا سر بدن رها روی زمین. یه لبخند روی صورت باشه، پیشانی رها، ابروها، پلک‌ها همشون رها. یه دم کمی عمیق‌تر، انگشت‌های دست‌ها و پاها رو کمی حرکت میدیم. بدن رو بیدار میکنیم، یه کوچولو کش و قوس میدیم به بدن. چشم‌ها بسته، میچرخیم به پهلوی راست، سر بیاد روی بازوی راست، پاها رو جمع میکنیم به سمت شکم. یه وضعیتی شبیه به جنین توی رحم مادر. با کمک دست چپ و راست چشم‌ها بسته باشه، همچنان میشینیم، دست‌ها رو جلوی قفسه سینه میذاریم روی هم دیگه. کف دست‌ها روی هم مالش میدیم، سرعت و استکاکش بیشتر که شد بذاریدش روی چشم‌هاتون، بذاریدش روی قلبتون. پهلوها و کلیه‌ها و لگن، ران، زانو و ساق. سر رو برمیگردونیم رو به بدن خودمون، چشم‌ها رو باز میکنیم با یه لبخند رو به خودمون. سر رو بالا میاریم، از تمرین خارج میشیم. ممنونم ازتون، خدا قوت، روزتون بخیر، روز خوبی داشته باشین.